پلاستر چیه و چه کمکی به ما میکنه؟ پلاستر یه نوع لایه پوششیه که تو زمان بازسازی ساختمون به دیوار، ستون، سقف و کف اضافه میشه. پلاستر لایه‌ایه که برای محافظت بیشتر به تمام دیوارها توی یک ساختمون اضافه میشه. پلاسترها شامل پلاستر پایه گچی، پلاستر پایه سیمانی و پلاستر پایه آهکی هستند. تو بازسازی ساختمون و برای پوشش دیوارهای داخلی از پلاستر پایه گچی استفاده میشه. پلاستر سیمانی عموماً برای دیوارهای خارجی ساختمون استفاده میشه و از نفوذ رطوبت و تأثیر عوامل محیطی بر روی بدنه سازه جلوگیری میکنه. پلاستر سیمانی در واقع مخلوطی از سیمان و ماسه تمیز شسته شده با آب که پس از کرومبندی دیوارا به شکل پاششی یا پرتابی روی دیوارای سفالی یا آجری و یا سطوح مشبندی شده قرار داده میشه. پلاستر پایه سیمانی علاوه بر داشتن مزایایی مثل پوشوندن حفره‌های موجود تو دیوارا و ایجاد استحکام مناسب به عنوان پوششی مطلوب و قابل قبول به جای پلاستر پایه گچی تو محیط‌های مرطوب هم استفاده میشه. جهت مشاهده و خرید انواع پلاسترها به سایت سرامپخش مراجعه کنید. راستی مثل همیشه به کمک سرامپخش خالق زیبایی منزل خود باشید.